با سلام. جلسه 15 از درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها. در این جلسه در رابطه با تحلیل فوریه سیگنال های پیوسته در زمان نامتناوب و یا به عبارت دیگه تبدیل فوریه پیوسته در زمان صحبت می‌کنیم. در بخش قبل در رابطه با سری فوریه صحبت کردیم برای سیگنال های پیوسته در زمان متناوب. در این بخش به معرفی تبدیل فوریه پیوسته در زمان و کاربرد اون در تحلیل سیستم های پیوسته در زمان پرداخته و خواص اون رو معرفی و بررسی می‌کنیم. این تبدیل علاوه بر سیگنال های متناوب برای نمایش فوریه سیگنال های نامتناوب نیز استفاده میشه. در این قسمت میخواهیم در رابطه با تبدیل فوریه پیوسته در زمان و کاربرد اون در تحلیل سیستم های LTI صحبت کنیم. یک تعریفی برای این تبدیل فوریه به این صورت خواهیم داشت. سیگنال نامتناوب XT رو در نظر بگیرید. تبدیل فوریه این سیگنال رو با X J اومگا نمایش میدیم که X با حروف بزرگ نوشته میشه و سیگنال XT با حروف کوچک. رابطه بین XT و XJ اومگا به این فرم خواهد XJ اومگا برابر است با انتگرال از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت XT در ای به توان منفی J اومگا تی دی تی. پس این معادله تبدیل فوریه هست. هر سیگنالی که به شما داده بشود شما در این رابطه اون رو قرار میدید و از اون انتگرال گیری میکنید. پاسخی که به دست میارید در واقع تبدیل فوریه اون سیگنال هست. گاهی ممکن است که به شما تبدیل فوریه یک سیگنال داده شده باشه و از شما خواسته شده باشه که خود سیگنال رو به دست بیارید. یعنی به شما گفته باشن اگر تبدیل فوریه یک سیگنال به این صورت هست حالا خود سیگنال چه بوده؟ در این صورت ما از رابطه استفاده می‌کنیم تحت عنوان معادله عکس تبدیل فوریه که به چنین فرمی هست. XT برابر است با 1/2 انتگرال از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت XJ اومگا ای به توان J اومگا تی دی اومگا. دقت کنید اینجا انتگرال گیری ما بر روی زمان بود برای تبدیل فوریه و سیگنال اصلی ما XT در ای به توان منفی J اومگا تی ضرب می شد. اما در رابطه معادله عکس تبدیل فوریه انتگرال گیری ما در حوزه فرکانس هست و XJ اومگا ما در ای به توان J اومگا تی ضرب میشه در مثبت J اومگا تی. اینجا منفی J اومگا تی است، اینجا مثبت J اومگا تی. یک نکته در اینجا وجود داره. اگر که XT یک سیگنال متناوب با دوره تناوب T0 باشه فرکانس اصلی اومگا 0 و ضرایب سری فوریه AK برای اون سیگنال تعریف شده باشه اون موقع ضرایب سری فوریه رو ما میتونیم از روی تبدیل فوریه به دست بیاریم. پس اگر یک سیگنال متناوب داشته باشیم تحت عنوان XT و این سیگنال دارای دوره تناوب T0 باشه فرکانس اصلی اون هم اومگا 0 باشه و
طبق تعاریفی که برای ضرایب سری فوریه داشتیم AEK رو ضریب سری فوریه اون سیگنال بنامیم. با استفاده از تبدیل فوریه میتونیم ضرایب سری فوریه رو به دست بیاریم. به چه صورتی؟ به کمک این رابطه AEK برابر است با 1/T0 x داخل پرانتز به جای j اومگا میتونیم بنویسیم j k اومگا 0. یعنی در ابتدا ما تبدیل فوریه سیگنال xt رو به دست میاریم، x j اومگا رو به دست میاریم، بعد از اون رو در یک t0 ضرب میکنیم و به جای اینکه بنویسیم j اومگا به جای اومگا قرار میدیم k اومگا 0 و اون عبارتی که به دست میاد در واقع AEK ما خواهد. برای اینکه درک بهتری در رابطه با تبدیل فوریه داشته باشیم مثالی رو در اینجا مطرح میکنیم. خب سیگنال زیر رو در نظر بگیرید. xt به این فرم هست که در واقع از 0 تا 1 یک تابع نمایی هست به این صورت e به توان منفی t و در لحظه 0 دامنه اون 1 هست. خب مشخصه اگر به جای t 0 قرار بدیم e به توان 0 برابر با 1 خواهد بود و ما چنین فرمی رو خواهیم داشت. حالا این سیگنال اگر دقت کنید یک سیگنال متناوب هم هست. یعنی علاوه بر این که در اینجا میخوام که نحوه به دست آوردن تبدیل فوریه یک سیگنال رو شما ببینید، بخوایم که این نکته ای رو هم که در اینجا مطرح کردیم رو که به کمک تبدیل فوریه می شود ضرایب سری فوریه رو به دست آورد نیز به کمک این مثال به شما نشون بدیم. خب در ابتدا تبدیل فوریه این سیگنال رو برای بازه زمانی 0 تا 1 به دست میاریم. گفتیم هر سیگنالی که به شما داده شد کافی هست که اون رو در رابطه تبدیل فوریه قرار بدیم. خب ما سیگنال رو در نظر میگیریم که رابطه اون e به توان منفی t هست. در رابطه ای که اینجا گفتیم قرار میدیم انتگرال ما از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت به جای xt قرار میدیم e به توان منفی t ضرب در خود e به توان منفی j اومگا t که در رابطه ما وجود داره dt. دقت کنید انتگرال گیری ما در بازه منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت است. اما از اونجایی که این یک سیگنال متناوب هست ما یک دوره تناوب اون رو در نظر میگیریم. خب پس انتگرال ما از 0 تا 1 هست e به توان منفی t در e به توان منفی j اومگا t dt. اگر از ریاضی یادتون باشه وقتی که چنین در واقع عبارتهایی داریم که توابع نمایی که در هم ضرب شده اند و پایه اونها عدد متر ای هست کافی هست که یکی از در واقع پایه ها رو در نظر بگیریم ای رو بنویسیم و توانها رو با هم جمع کنیم. یعنی ای به توان منفی تی در ای به توان منفی جی اومگا تی می شود ای به توان منفی تی به علاوه منفی جی اومگا تی یا به عبارت دیگه ای به توان منهای تی در ای به توان منفی جی اومگا تی می شود ای به توان منفی تی منهای جی اومگا تی. خب حالا باید انتگرال این عبارت رو بگیریم. قبل از اینکه انتگرال این عبارت رو بگیریم ببینیم آیا میتونیم اون رو به صورت شسته رفته تر بنویسیم. خب اگر از یک منفی و یک تی فاکتور بگیریم در توان ای ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب خواهیم داشت ای به توان یک منفی گفتیم فاکتور بگیریم ای به توان
منفی پرانتز باز 1 + j اومگا پرانتز بسته در t. پس انتگرال ما در نهایت به یک چنین فرمی تبدیل شد: انتگرال از 0 تا 1 ای به توان منفی پرانتز باز 1 + j اومگا پرانتز بسته در t dt. باید این انتگرال رو بگیریم. خب این انتگرال برای شما آشنا هست، ما اون رو به راحتی میتونیم محاسبه کنیم. پاسخ اون انتگرال به این صورت هست: ای به توان منفی، در اینجا پاسخ رو نوشتیم، ای به توان منفی 1 + j اومگا پرانتز بسته در t تقسیم بر ضریبی که برای t بود، یعنی منفی 1 + j اومگا. و بازه انتگرال گیری ما از 0 تا 1 هست که باید برای t به جای اون قرار بدیم، یعنی 1 بار به جای t عدد 1 رو قرار میدیم و 1 بار به جای t عدد 0 رو قرار میدیم و این دو رو از هم کسر میکنیم، از هم کم میکنیم. پس به جای t اگر 1 قرار بدم خواهم داشت ای به توان منفی 1 + j اومگا تقسیم بر منفی 1 + j اومگا منهای، حالا به جای t 0 قرار میدم، یعنی ای به توان 0 خواهد شد که میشود 1 تقسیم بر منفی 1 + j اومگا که در نهایت اگر که اون رو در واقع ساده تر بنویسیم به یک چنین فرمی تبدیل خواهد شد، یعنی 1 منهای ای به توان 1 + j اومگا تقسیم بر 1 + j اومگا. پس این شد تبدیل فوریه یک دوره تناوب این سیگنال متناوب. گفتیم تبدیل فوریه هم برای سیگنال های متناوب استفاده میشه و هم برای سیگنال های نامتناوب. اینجا مثال یک سیگنال متناوب رو زدیم تا ببینیم که برای چنین سیگنال هایی به چه صورتی باید تبدیل فوریه رو محاسبه کنیم که ما تبدیل فوریه یک دوره تناوب اون رو تحت عنوان x1 اومگا یا x1 j اومگا محاسبه کردیم. در توضیحی که گفتیم، نکته‌ای که بیان کردیم، گفتیم اگر تبدیل فوریه یک دوره تناوب سیگنالی رو به دست آوردیم به راحتی به کمک اون میتونیم ضرایب سری فوریه اون سیگنال رو هم به دست بیاریم که این نکته خیلی مهمی هست. گاهی مواقع به دست آوردن ضرایب سری فوریه از این طریق آسان‌تر هست. حالا با توجه به اون که دوره تناوب ما T0 ما 3 هست، ببینید دوره تناوب این سیگنال ما 3 هست، یعنی از 0 تا 3 مدام تکرار شده. اینجا از منفی 3 تا 0 تکرار شده، یعنی در واقع دوره تناوب این سیگنال ما به این صورت هست: یک سیگنالی داریم که از 0 تا 1 مقدار اون ای به توان منفی t هست و از 1 تا 3 مقدار اون 0 هست. پس یک سیکل کامل این در واقع سیگنال ما از 0 تا 3 هست در واقع، و اما انتگرال گیری که ما در اینجا انجام دادیم 0 تا 1 بود، به این دلیل که از 1 تا 3 دامنه اون سیگنال 0 بود و خب انتگرال گیری از دامنه 0 ضرب در ای به توان منفی j اومگا تی هم که 0 میشه و به همین دلیل دیگه لزومی به نوشتن اون نبود و تنها کافی هست که ما انتگرال گیری رو برای این مثال از 0 تا 1 انجام میدادیم، به خاطر اینکه گفتیم این قسمت 0 بوده است. حالا میخواهیم که ضرایب سری فوریه رو به دست بیاریم. رابطه‌ای که گفتیم به این صورت بود: 1/روی t0 x در واقع j اومگا رو باید گفتیم به جای j اومگا یا اومگا بنویسیم j کا
امگا صفر. اگر تی صفر برابر با 3 باشد امگا صفر ما می شود 2p بر روی تی صفر، یعنی 2p بر روی تی صفر همون امگا صفر ما خواهد بود. یک کار رو هم که باید در اون ضرب بکنیم که به این فرم تبدیل خواهد شد. پس آک برابر است با 1 بر روی تی صفر. x در واقع تبدیل فوریه با حروف بزرگ اون رو نوشتیم j k 2p بر روی 3. در اینجا هم که در واقع x امگا یا x j امگا رو محاسبه کرده بودیم، کافی هست که اون رو در 1/3 که تی صفر ما 3 بود ضرب کنیم و به جای در واقع امگا قرار بدیم k امگا صفر که هست 2k p سوم. اینجا هم به جای امگا قرار بدیم 2k p سوم. پس ضرایب سری فوریه این سیگنال به راحتی از روی تبدیل فوریه سیگنال برای ما به دست آمد. یک نکته ای رو در اینجا دقت کنید. همونطور که ملاحظه می‌کنید تبدیل فوریه یک سیگنال که برخی مواقع طیف یک سیگنال نامیده میشه در حالت کلی یک عدد مختلط هست. شما در این روابط میبینید که ما در رابطه هامون J رو داریم، بنابراین در حالت کلی این توابع ما توابع مختلط هستند. بنابراین برای اینکه اونها رو در نظر بگیریم باید دو قسمت ترسیم بشه، یک دامنه و یک فاز برای اونها ترسیم بشه. همونطور که در ریاضی هم در واقع با این توابع مختلف سر و کار داشتید که یک دامنه برای اونها داریم و یک فاز که به صورت جدا در واقع تعیین میشه و ترسیم میشه که در اصطلاح به ترتیب به اونها طیف دامنه و فاز گفته میشه. در انتها باید اشاره کنیم که با توجه به تعریف تبدیل فوریه همونطور که ملاحظه میکنیم x امگا صفر، یعنی اگر به جای امگا صفر قرار بدیم یا فرکانسمون صفر باشه انتگرال ما به این فرم خواهد بود. شما در این رابطه اگر به جای امگا صفر قرار بدید اون موقع در این ای به توان منفی جی امگا تی به جای امگا صفر اگر قرار داده بشه این عبارت ای به توان منفی جی امگا تی برابر با 1 خواهد بود و در نتیجه خواهیم داشت انتگرال از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت x تی. خب این تعریف در واقع سطح دیسی، سطح زیر نمودار یک سیگنال هست که سطح زیر یک نمودار یا انتگرال یک نمودار از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت به مفهوم مقدار دیسی اون سیگنال هست. پس اگر به جای امگا صفر قرار بدیم، یعنی در فرکانس صفر این تبدیل فوریه رو محاسبه کنیم، این رابطه در واقع مقدار دیسی یک موج نامتناوب رو به ما نشون میده. پس x صفر در واقع معرف مقدار دیسی سیگنال x تی هست. نکته دیگر این هست که برای تبدیل فوریه سیگنال های متناوب اگر x یک سیگنال متناوب با دوره تناوب اصلی تی صفر باشد فرکانس پایه امگا صفر و ضرایب سری فوریه اون آک اون موقع میتونیم نشون بدیم که تبدیل فوریه اون سیگنال از این رابطه به دست میاد. یعنی اینجا برعکس حالت پیش اگر که ما بدانیم که یک سیگنالی متناوب هست دوره تناوب اون رو بدونیم
و بر اساس اون فرکانس پایه رو مشخص بکنیم و همینطور ضرائب سری فوریه رو بدانیم، آیکا رو بدانیم، از روی اون میتونیم طبق این رابطه در واقع تبدیل فوریه سیگنال متناوب رو به دست بیاریم. رابطه به این صورت هست 2π سیگما از کا برابر با منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت آیکا که ضرایب سری فوریه هست که در این نکته فرض شده است که به ما داده شده و ما اون رو میدونیم در ضربه اومگا منهای کا اومگا صفر. به عبارت دیگه تبدیل فوریه هر سیگنال متناوب به صورت قطاری از ضربه هایی است که به اندازه اومگا صفر از یکدیگر فاصله دارند و اندازه این ضربه ها با توجه به شکل سیگنال فو در واقع تعیین میشه. خب مباحث این جلسه در اینجا به انتها میرسه.